شکرانه از این دوران صاحب استقلال میکنیم که در چنین فضای صلح آرامی، تنجی و آسایشگی عمر به سر برده ایستاده‌ایم. با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها وطن عزیز ما رشد و نمو کرده است و همچنین شهر کلاب باستانی ما هم نیز پیشرفته ایستاده است و دلیل اینها تأسیس باغ‌های فرهنگی فراغتی در شهر کلاب، مؤسسات تعلیمی نو زمانوی میباشد که با همه گونه شرایط‌های زمانوی به استفاده شدن و که ما جوانان میتوانیم در چنین مؤسسه‌ها علم آموزیم و در چنین باغ‌های زیبا سیر و سیاحت نماییم، با اهل عائله، با یار و دوستان، با خویش و اقربای خودمون میتوانیم استراحت نماییم، سیر و گشت نماییم. باز یک از پیشروهای دیگری که در شهر کلاب این تأسیس کالج‌های غیر دولتی میباشد که با همه گونه شرایط‌های نو و معاصر مهیا گردیده است که دانشجویان داوطلبان میتوانند در چنین کالج‌ها تحصیل علم نمایند و ملکه مهارت خودشان را صیقل دهند. در زمانهای پیش چنین شرایط‌ها وجود نداشت و نه همه شهروندان همون داوطلبانی که می‌خواستند علم آموزند شرایط نداشتند که میتونست به شهر دوشنبه روند. خب امروزها یکی از پیشروهای این میباشد که در شهر کلاب نیز یک مشکلی ها رفع گردید و جوانان میتوانند چی از شهرها چی از مناطق‌های دیگر آماده در شهر کلاب تحصیل علم نمایند و سواد خودشان را صیقل دهند. خب ما جوانان با تنتنه، من شخصا از نام خودم و از نام کل جوانان با نام و ناموس کلاب شهر باستانی وعده می‌دهم که بهر رشد و نموی این وطن عزیزمان سهمگزار باشیم و بر ضد همه گونه ظاهرات نامطلوب مبارزه بریم.